روزنامه‌نگاران در شهر کلوب میگویند برخی از مقامات دولتی منطقه مدت یک سال اخیر از دادن هر گونه اطلاع به آنها خودداری میکنند. خبرنگاران و سردبیران نشریه‌های محلی از جمله گرفتن اطلاع را از شعبه کارهای داخلی شهر کلوب، ناظرات انداز و دادستانی منطقوی یک امر مشکل می‌دانند. محمد موسوی خبرنگار هفته‌نامه پیک از جمله آنهایی است که برای گرفتن اطلاع بیشتر درباره قرض‌های کارخانه‌های صنعتی به ناظرات انداز شهر کلوب مراجعت کرده و به قول دست خالی از اداره بیرون شده است. مشکلی ما در اداره انداز شهر کلوب بود. محترم عارفزاده ظاهر که راهبری این اداره را بر عهده خویش دارد، وقتی ما از او شخصیت پرسان شدیم که کارخانه‌های صنعتی که در شهر کلوب از اداره انداز چقدر مبلغ قرض دارند، در پاسخ چنین گفت که ما به گازت‌های خصوصی اطلاع دادن را حقوق نداریم. سبب از اون شخصیت پرسان شدیم و او در جواب گفت که قانون انداز اجازت نمی‌دهد که ما به گازت‌های شخصی اطلاع دهیم. مقامات انداز شهر کلوب با وجود آنکه ندادن اطلاع را رد نمی‌کنند و میگویند آنها تنها با خبرنگاران دولتی همکاری می‌کنند. شخصی مسئولی که میان خودشون شناس میکنن، اول معرفی میکنن اونجا دوران و شناس میکنن که ما روزنامه دولتی و موقتی کامکاری میکنیم، معلوماتی که وابسته به انداز پرو هسته وابسته به اون کارخانه تشکیل در هم دایره که قانون معین کردگی ما رو میرسونیم دسترس میکنیم. واجه مثال سبک شدن مشکلات ایجاد شوی و ما دادن اطلاعات بگیم با محدودتر شده است، نه اینکه مثال اقلا یا یک سطح باشد یا خود کمی مثال سبکتر شده باشد، مشکل مثال کمی بیشتر شود، یکان فایزه که میچیز برعکس بحث شده حساب است. مسدود شدن گرفتن اطلاع یگانه مشکل خبرنگاران منطقه کلوب نیست. روزنامه فروش های مرکز این شهر از آن شکایت میکنند که زود مقامات پلیس این شهر میز روزنامه فروشی آنها را با سبب منع فروش در کوچه به اداره های خود میبرند. سردار شعبه امور داخلی شهر کلوب در یک صحبت کوتاه تلفنی ابراز داشت که مسئولین این نهاد تنها برای ترتیب و نظام را جاری کردن در نزد بازار سخاوت موظف شدند، نه برای بردن اشیای کسی. وی افزود اگر چنین کاری هم صورت گرفته باشد آنها اصلاح خواهند کرد. من هر هفته روزنامه میخرم، بعضی روز میشود که من همی گازیتا نمیوم دسترس نمیشم، میگن که گازیت فروش هم لیسانس سر کردن. نخواهی خیلی به این درجه کلوبی ما این قدر بی‌مدنیت باشه که ما همی شهروندو از قشلاقو از شهرها برای همی گازیت